در سر ما شما هل 1 ماه روزه فرض شده. چی وقت فرض شده؟ ماه رمضان مبارک بعد از هجرت 1.5 سال بعد روزه در سر امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرض شده. بعد از تحویل القبله، بعد از تحویل قبله 2 روز پس روزه هم فرض شده. پیش ایام 20 بود، رمضان فرض نبود، یا ایام عاشورا بود که 10 11 12 یا 8 9 و 10 رمضان بود، چی روزه بود. اما بعد از هجرت 1.5 سال بعد ماه رمضان به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض شده. یک بعد از تحویل قبله 2 روز که اول تحویل قبله آمد حکمش، بعد او روزه رمضان حکم آمد. سیم ماه رمضان ابتداءً چی رقم فرض بود؟ ابتداءً امو رقم بود که امروز که ما شما میگیریم یا تغییر بود؟ ابتداءً این رقم نبود. ابتداءً روزه فقط کسی که افطار کرده، بعد از افطار که کس خو شده، بعد از خو که بیدار شده خوردن نوشیدن جماع کردن منع بود. لکه امروز که ما شما میگه رقم نبود. در ابتدای اسلام این رقم نبود. ابتدای اسلام امو رقم بود که فقط که امو کسی که بعد از افطار خو شد که خیست، بعد از خو کردن که بالا شده بس خوردن نوشیدن جماع هر چیز منع بود. این با مسلمان ها مشکلات پیدا شده، تکلیف به مسلمان ها شد. بعض علما می فرمایه که به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کار کرده. بعض می فرمایه که نه دیگه صحابی بود که آمد دهقان بود، ذمه‌دار بود، یعنی کاریگر بود. وقتی که دیگر آمد به خانه شام نزدیک گفته که چی پخته کردی؟ گفته که انتظار بکنی که ما تیار میکنیم. کله چې هغه انتظار کوله دی وخت په سړی باندې خوب راغی، دا اوده شو. سبا روزه هم په ناره باندې ونیوله. سبا چې بیا راځي دا سړی د ښځې ته وایي تیار دي که نه، هغه لږ صبر کوه، بیا په دې سړی باندې راغله خوبه. دا همدا حالات شو چې انسان په بیهوشۍ کې شو. د اولګې نه په انسان بیهوشي آمده از گشنگی. این مشکل پیدا شد. الله جل و شانه حکم را تغییر دادد. گفت قرآن کریم به او گواه از سورت بقره است حتی یتبیض من الخیط الابیض من الاسود، تا که تار سیاه از سپید جدا شود. با صحابه چی کار کردن؟ اولی رقم بود که بس که تار سیاه که سپید شده مرقم، نو صحابه در زیر بالغ 2 رقم تار مانده، یک سپید و یک سرخ. سیاه وقتی که سپید معلوم شد گفت که الله گفت نه، مراد از سپید و سیاه که صبح صادق است. این حکم آمد که شما نان بخوری، بنوشی، جماع بکنید، خو شوی، بخیزی. چی وقت؟ از غروب آفتاب تا صبح صادق را جائز است. قرآن حکم آمد. نو بعضی علما می فرماید که درباره امو شخص نازل شده. بعضی می فرماید که نه حضرت امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه به زن خود گفته که بیا، گفته که من خواب بودیم. یا بعضی علما فرماید چې دا عمر صاحب سره د خپل ښځې چل کوو. یا ورځ په کومه ورځ چې عمر صاحب د ده سره جماع وکړه په دغه ورځ باندې هغه ښځه اوږدم وه. نو عمر صاحب به زن گفته که بیا، گفته که من خواب بودیم، از خواب بیدار شدیم. گفته صحیح. دیگه شو که مطالبه که گفته که ما از خواب نو بیدار شدیم. دیگه پر عمر صاحبی را گرفت، فهمیدی؟ گفته که تو بانه میکنه رفیقا. آیات نازل شده مو حکم که بس جماع، خوردن، نوشیدن تا صبح صادق جائز است، هیچ مشکل نیست. نه الله جل و شان حکم نازل کرده. امروز که ما شما روزه میگیریم بعد از اون مشکلات این الله جل و شان تعیین کرده تا غروب تا صبح صادق به ما شما جایز است که بخوریم، بنوشیم، هر کار جائز است. این ابتداءً امو رقم روزه بود، بعد از او رقم جور شده.
سيوم مسألة در قرآن الكريم ماه رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. یک اشاره اول لغوی و اصطلاحی معنی را. رمضان به معنی لغوی چی است؟ و همچنان صوم که در حدیث به صوم آمده که نبی علیه السلام می فرماید که الله جل و شانه حدیث قدسی است که روزه لی برای من است و من اجر می دهم. رمضان مشتق از رمز است. رمز به معنی سوختن است. نو به این خاطر رمضان را رمضان گفته می که گناه های انسان ها مکمل سوخته میشه. رمضان مشتق از رمز. رمز به معنی سوختن. نو به این خاطر رمضان را رمضان گفته که در این رمضان گناه های انسان مکمل سوخته میشه، از گناه پاک میشه، از گناه پاک میشه. دویم صوم. صوم به معنی لغوی امساک. صوم به معنی لغوی امساک بد کردن است. به علما با این معنی زیاد کرده که صوم چی رقم؟ یک هر عالم خود تعریف کرده. صوم به اصطلاح که است هو امساک عن اكل والشرب والجماع وسائر مفرطات يوم كاملا بنية الصيام من طلوع الفجر صادق الى غروبها. علما معنی که امساک چی معنی؟ بند کردن جان خود را از خوردن، از نوشیدن، از جماع کردن و از گفایی که بیهوده باشد، متفرقات بیهوده گفاره. خب به نیت رمضان، به نیت صوم چی وقت؟ من طلوع الصادق، من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. از صبح صادق تا غروب آفتاب را. اینا چی گفته میشه؟ صوم گفته میشود. خب صوم تنها دان بند کردن از خوردن و نوشیدن که دیگه هم اصلا علما میفرمای گوش هم بند کردن است. حرام گوش نکنی. بینی همچنان حرام چیز را بوی نکنی. چشما هم روزه است که بغیر محرم سی نکنی. زبان همچنان که غیبت و شیطنت و غلخورت را نکنید. دست همچنان روزه است. اعضای بدن انسان که است همه روزه است. اعضای بدن انسان با پای حرام نروی. دست هم روزه است که حرام نگیری. دل همچنان است که خراب چیزا را تصور نکنی. همه اعضای انسان روزه باشد. اما یک کس تنها زبان بند کرده، یعنی خوردن و نشودن نکرده، دیگه گناه کرده، روزه شد خسواب نشد. روزه شد خسواب نشد. ثواب انسان محروم شده. نبی خاطر علما تعریف میکنه هو امساك عن اكل والشرب والجماع وسائر مفتريات بنية الصيام من طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. یک معنی. دویم تفسیر کرده. دویم هو امساك المحسوسة في زمن محسوسة بشرائط المحسوسة. بعض علماء تعریف میکنه هو امساک المحسوسه، بند کردن جان خود را از محسوسه. خود زمان محسوسه، زمان محسوسه معلوم است از صبح صادق تا غروب دو. و شرایط مخصوصه است. شرایط هم معلوم است، بغیر شرایط نیست. شرط امو است که نیت تو باشد. شرط امو است که با نیت فرائض باشد. تو نیت رمضان است و نیت پر نوافل کرده هم نمیشه فهمیدی. نیت از صبح صادق شروع میشه. این نیت از شرایط رمضان را. دویم تعریف. سیوم تعریف اکثر علما که کرده فقها الصوم هو عبارة من ترك الاكل والشرب والجماع من صبح الى غروب الشمس. بند کردن جان خود از خوردن و نوشیدن و جماع از صبح صادق تا غروب است. حضرت علامه ابن کثیر رحمه الله و همچنین علامه ابن کبیر رحمه الله
و علامه قرطبی رحمه الله و روح المعانی کلش امو معنی است، هو امساک عن الاکل و الشرب و الجماع و سایر مبتریات. خب نیت الصوم است. روزه معلوم شد لغوی و اصطلاحی معنی. رمضان صوم به لغت فقط امساک. در اصطلاح که است که علما قسم قسم تعریفات کرده، از خوردن، نوشیدن، جماع کردن انسان بند باشد و همچنان زمانه مخصوصه، وقت مخصوصه، به شرایط مخصوصه باشد و همچنان اعضای همه بدن انسان روزه باشد. اما اینطور نه که خوردن نوشیدن که غیبت میکنی، شیطانت میکنی، فهمیدی، با هم نیست روزه. اما فرض ادا شده، خود ثواب انسان هیچ چیز نشد. ثواب نیست، ثواب دو نیست. دویم مسئله شهر رمضان الذی، ما شما میم در اینجا ماه رمضان. الله می فرمای ماه رمضان که قرآن نازل شده. تنها در ماه رمضان قرآن نازل نشده، همه کتابه آسمانی در ماه رمضان نازل شده. همه کتابه آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شده. نور به این خاطر الله جل و شانو به ماه رمضان یک دیگه فضیلت داده که قرآن کریم در ماه رمضان نازل شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. الله ماه رمضان آن ماه است که من در این قرآن کریم نازل کردیم. در کدام شب؟ در شب قدر. الله جل و جلاله در سوره قدر انا انزلناه فی لیلة القدر و ما دراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. و قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده، در شب قدر. شما اعتراض کنید که قرآن کریم خدا چند سال نازل شده؟ 23 سال نازل شده. اما اینجا خداوند کریمی که در شب ماه رمضان قرآن کریم نازل شده. ما دین رو در حدیث هم تیر شد گفتیم. چی معنی؟ قرآن کریم جملتا واحدتا از لوح محفوظ به بیت المعمور در شب قدر نازل شده. جملتا واحدتا از لوح محفوظ به بیت المعمور جملتا واحدتا در شب قدر الله جل و شانه میفرما نازل کرد. بعد از بیت المعمور به محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تدریجا در مطابق واقع الله جل و شانه به محمد صلی الله علیه وسلم نازل کرد. بیت المعمور کجاست؟ بالای بیت الله شریف است. در آسمان دنیا، در آسمان دنیا بالای بیت الله شریف است. در اینجا قرآن کریم جملتا نازل شده. بعد از او که در 23 سال به محمد صلی الله علیه وسلم تدریجا جبریل علیه السلام آورد و نازل شده. نو به این خاطر الله جل و شأنه می فرماید که ما قرآن کریم در ماه رمضان نازل کردیم. کدام ماه که رمضان از قرآن نازل کردیم. بعد از او تدریجا به رسول الله صلی الله علیه و سلم که 13 سال در مکه نازل شده، 2 سال در مدینه منوره نازل شده. نو تکمیل قرآن کریم در 23 سال شده. عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم 63 سال. چرا؟ 40 سال پیش از نبوت، 23 سال بعد از نبوت، 40 و 23 63 سال عمر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. این عمرش است. نو قرآن کریم الله می فرماید که ما در ماه رمضان نازل کردیم. با الله می فرماید قرآن کریم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. این قرآن کریم هدایت برای مسلمان ها. همچنان الله جل و شانه سوره بقره می فرماید، الله می فرماید الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. قرآن هدایت برای متقین. و همچنان رمضان که از یک پیده از او اهم پیده رمضان اموز که الله جل و شانو در رمضان انسان تقوادار میشه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون. این پیده رمضان است. همچنان اهمیت رمضان اموز که انسان متقی میشه. چه رقم متقی میشه؟ انسان خوردن نمیکنه، جماع نمی کند، همچنان آب نمی نوشه، دیگه مشابه به ملائکه آمده.
انسان در ماه رمضان مشابه به ملائک میشه که ملائک خوردن نوشیدن جماع هیچ نمیکنه، انسان هم اینجا مشابهت پیدا کرده. این تقوا است. دویم اهمیت ماه رمضان مبارک امو است که گناه ها معاف میشه، گناه ها معاف میشه. سیم اهمیت ماه رمضان امو است که الله جل و شانو میفرماید من خود اجر میدیم، من با خود اجر میدیم به انسان. آیا دیگه عمل ها که اجر الله میده با واسطه ملائکه را و دیگه اجر که الله جل و شانو میده یک با یک یا یک با دو یک با افسده. اما ماه رمضان کسی که روزه گرفته چقدر اجر میده؟ با یک الله معلوم است، نه با ملائک معلوم است، نه با انسان معلوم است. هیچ اجر میده، اینطور اجر میده. دیگه نماز که ما شما میخوان، دیگه عمل ها که ما شما حکم الله را بجای میکنیم با واسطه ملائک اجر میده. اما حدیث قدسی محمد مصطفی صلی الله علیه و میفرماید که نبی علیه السلام میفرماید روزه که از برای من است و من اجر میدهم، من اجر میدهم. چقدر؟ او به الله معلوم است، او به کس معلوم نیست. که شما یک اعتراض بکنید که آیا علامه مالکی رحمه الله تحقیق کرده و همچنان علامه طیبی شایبی رحمه الله هم تحقیق کرده، آیا دیگه عبادت با شما با کی میخوانیم؟ با الله میخوانیم. اینجا الله تخصیص میکنه که من اجر میدهم و علما تحقیق میکنه هیچ کس بغیر الله روزه نگرفته اما عبادت خوانده، هر کار کرده. روزه اینطور یک عمل است که هیچ کس به نام بت و به نام لا و منو به نام غیر الله روزه نگرفته. نه به این خاطر الله میفرماید دیگه عبادت خب به غیر الله میشه، مگر روزه که انسان میگیرد تنها تنها به نام من میگیرد و من اجر میدهم، من اجر میدهم. نوی اهمیتش است. نو قرآن کریم میفرماید که رمضان مبارک آن ماست که قرآن نازل کریم و هدایت است. قرآن هدایت است برای انسان ها. کسی که مسلمان است به او هدایت است، کسی که کافر و مشرک به او هدایت نیست. چرا؟ الله جل و شانه میفرماید یا ایها الذین آمنو گفت. و دویم شرط الله جل میفرماید این قرآن کریم هدایت است و فرقان است، حق و باطل را جدا میکنه. هیچ دیگه چیز کس نمیشه که هر کس من حق و باطل است، من بر حق است، دیگه من بر حق. اما قرآن ان کتاب الهی است که حق و باطل را خود بیان میکنه که فلان بر حق است، فلان باطل است، فلان حق است، فلان عمل باطل است. قرآن میفرماید نه قرآن آن کتاب است که فارق بین الحق والباطل است. سوم مسئله از آیات به موضوع با مسائل بریم، مسائل همونجا بس است، مسائل بیان کنیم. قرآن با میفرماید کسی که رمضان را دیده، ماه رمضان را دیده، با اون شخص لازم است که روزه بگیرد. اما تو رفتی در محکمه، در اونجا شهادت دادی، شهادت تو را کس قبول نکرده، قبول نگه، با تو لازم است که روزه بگیری، با دیگه کس لازم نیست. چرا؟ که تو رمضان را ماه خود را دیدی، ماهتابه دیدی. الله فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. یک دلیل وقتی که دیدی تو باید روزه بگی. دویم معنی کسی که روزه رمضان آمد باید روزه تا بگی. رمضان آمد اعلان شد، با تو لازم فرض عین است که روزه بگیری، با تو جای نیست که روزه تا بخوری. اما کدام کسان که روزه باید بخوره با اون مشکل نیست. الله خود بیان میکنه، میفرماید من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. کسی که بیمار باشد، کسی که در سفر باشد، روزه بخور، خو الله پس عدتش پورا کنه، شمیرش پورا کنه. یعنی کسی که بیمار از بیماری روغ شده روزه بگی، مسافر از سفر آمده روزه بگی، بار روزه بگی. چرا این کار میکنه؟ الله جل و شان میفرماید یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله جل و شان اراده دارد، با بنده خود رحم میکنه، آسانتی میکنه. ای بنده بیمار شدی، در بیماری روزه گرفتن مشکل است، دیگه انسان هلاک میشه، دیگه تکلیف پیدا میشه. نه الله میفرماید ای بنده من روزه بخور،
مسافر، ای مسافر تو در سفر هستی، مشکلات پیدا میشه، روزه تا بخور. خب پس بگی سفر آمد، بگی از کس بیماری روغ شد، بگی نه بس بگی. خب مسئله در اینجاست. مریض کدام مریض؟ ما شو گفتیم که دکتری مسلمان گفته که باید تو روزه بخوری. کسی که تو تکلیف داره که روزه گرفته، در روزه این شیء هلاکت بره، انسان به هلاکت بره، هلاک شوه، نو باید روزه بگیره تا کدام وقتی که جور شده پس روزه قضایی بگی. فیدیه نیست از او. مسافر امروز دور حکم است، یک رخصت است، یک عزیمت تاثیرات کنی. رخصت الله جل و شانه گفته که مسافر که در موتور باشه بخور، که در طیاره باشه بخور، که در چه رقم سهولت هستی خوردن برای موشما جایز است، هیچ منعت نیست. اما عزیمت است، عزیمت است که امروز سهولت است، کسی که روزه گیرد اجر زیاد دارد. که یک رخصت است، یک عزیمت است. رخصت ای است که الله گفته که بخور، در طیاره میری، در هر حالت که میری. او عزیمت ای است که والله من این روز در طیاره سی مشکل نیست، گشنگی تشنگی گرمی هیچ چیز نیست، میگیریم، نو ثواب دارد. اما بیمار در بیماری رفته مرده، ماه رمضان است، از روز اول میخوره هیچ وقت پیدا نه که الله صحت به این نداده، صحت نداده که روزه را بگیره، دمو بیماری رفته، فدیه است؟ نه. کسی که از بیماری روغ نشده در سر او فدیه بیا نیست. چرا؟ که الله طاقت نداده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اونجا طاقت پیدا که روزه بگیره، مکلف نشده. مسافر در سفر است، یک ماه در سفر است، همونجا 27 یا 26 شده که همونجا مرده، اینجا روزه خورده، آیا لازم است که فدیه بیته؟ نه، فدیه نیست. چرا فدیه نیست؟ به خاطر که در سفر رفته، به او لازم نشده. مریض در بیماری رفته کفاره نیست، مسافر در سفر رفته کفاره نیست. اما بیمار روغ شده، چقدر روزه که خورده، بس امو وقت الله طاقت بس داده، صحت داده، او نگرفته، بعد از او مرده، با کفاره لازم شده، با فدیه لازم میشه، کفاره که گفتم شد. همچنین مسافر در سفر آمد، در خانه آمد و بعد از او که آسا در سفر آمد، به این بعد روزه نگرفته، این تعلق نداره که ولا ایخما نمیگه بعد توریگه که علی روز دراز است، اما روز که کوتاش میگیریم. اما الله به او از سفر واپس کرده و توفیق داده، نگرفته، بعد از او که پوش بام کفاره لازم شده. کفاره چی قسم؟ کفاره دو نیم سیر که گندم لکه امروز 2 کیلو، لکه عرف موشما امروز 2 سیر لکه 2 کیلو گندم است در یک روزه. نو 30 روزه 60 کیلو گندم شده. سفر پس آمده و بیمار روغ شده. یک سویم مسئله قرآن کریم گفته که وقت نیست ما مسئله بکنیم. شیخ پانی را و من لم یستطیع، قرآن کریم میفرماید که طاقت ندارد. کدام کسانی که شیخ پانی است طاقت ندارد، به او هم روزه خوردن جایز است، خوی باید فدیه از اول بیته. این دیگه نیست که والله جور شنیگی شیخ پانی کدام کس را گفته، تعیین در عمر نیست که والله 60 ساله و 70 ساله. امروز ما شما میبینید 70 و 80 ساله خوب تکنس روزه میگیره، شیخ پانی را گفته که روزه نمیتونه که بگیره، اینطور ضعیف است، هیچ حالات نمیتونه که روزه بگیرد. در این حالات که از شیخ پانی از روز اول به اجازه است که بخوره، زن باشد مرد باشد، قرآن کریم به اعلان است که باید روزه تا بخوره، فدیه بیتی. فدیه اما فدیه است، اما فدیه 2 کیلو گندم تا یک روزه است. پیش 2 سیر بود، خو سیر از کیلو یک ذره کم است، امروز عرف ما شما امو کیلو است، نو زیاد بیتی مشکل نیست، خو کم نتی. نو مسافر مریض و کسی که شیخ پانی باشد، شیخ پانی تعلق با عمر ندارد که فلانکه عمر باشه فلانکه نباشد، نه، هر کس که طاقت ندارد، مادره موشما باشد، پدره موشما باشد و او را باید روزه بخوره. و آن بیمار که در خانه است اما دکتر میگه که روزه گیری با تو مشکل جور میشه، سبب هلاکت میشه، اون بخوره مشکل ندارد. حجره میم دیگه مثلا
یک بعد هم میگوییم برادران، ماه رمضان کلش مسائل است. فهمیدین؟ من نمیتونم که کل شما را بگویم. شما هر برادر محترم من که مسئله در ذهن آمد خود جا سوال بکنی، ما با خفا نمیشیم. سوالت بکن در هر حالت که است، بخاطر این نادانی که از جهالت است. تو بیا چی میکنی؟ پرسان میکنی؟ نه سوال تا بکنی. مثلا در اینجا ما شما که عام امروز عرف هست، عرف میگه و سوزن زدن یا سیرون، آیا این روزه میشکنه؟ نه، پدې کې روزه هم نه ماتیږي. کومه فتاوی در علوم حقانیه، فتاوی فریدیه او جدید الفقه دا درې فتاوی ما کتلی. کو چا کې شک وي په دې سره روزه نه ماتیږي. که هغه چله وجه د ماتېدو څه ده؟ یو منفذ لاره ده، یو غیر منفذه لاره ده. یو منفذه یو غیر منفذه. منفذه لاره هغه ته کېږي چې چا په خوله کې یو شی واچول، د دان یک چیز انداخته رابطه روزه میده میشه. این رای مستقل به میده میره. همچنان د بینی یک چیز انداخته مستقل به علق میره، وجود میده میره. همچنان د گوش چیز در دماغ میره دایرکت. این رای منفذه است. در ای که هر کس که د بدان چیز خورده یا د گوش انداخته یا د بینی انداخته روزه میده میشه. اما در چشم چطور است؟ در چشم بعضی علما میفرمایند که میره، بعضی گفته که نه اونجا یک پرده دارد، او دایرکت به حلق نمیره. نه بعضی میشکنن، بعضی چی میده نمیشه. غیر منفذه لاره، غیر منفذه تقویت میته به بدن، تقویت به بدن میته، اما روزه میده نمیشه. از رگ، از گوش، از دیگه اندامه ها که رفته بعد د زنا که از به میده میشه، د مردا که نیست که کدام جایی که چیز بانی فهمیدی به میده نمیشه. خب هر حالا و هر کس میفهمه. اما سوزن، کسی که سوزن میزنه، سوزن میکند، پر دغه باندې روزه نه ماتیږي، نه په ډرا باندې او نه په ستنه باندې، کاغه د غوښې ستنې وي، کاغه د رګ ستنې وي، په دې سره روزه نه ماتیږي. ځکه چې دا غیر منفذه لارې، مستقلې لارې نه دي، دا غیر مستقلې لارې دي. نو په دې باندې تر بدن ته تقویت راځي، خو روزه پې نه ماتیږي. سوم مسئله مختصر با خانبت دیگه جمعه هم هست. کسی که یک چیز خورده خطاً سهواً، روزه هیچ مشکل نیست. آب شنیده، یک گلاس کپ غلاده خورده، آمده نان خورده، هر چیز که بوده خورده سهواً، روزه میده نمیشه. اما کسی که دیگه میخوره، آیا صدا کردن برای ما شما چطور است؟ و بفهمی که این کس روزه نمیخوره، باید صدا نکنی. این من مستی الله جل و شانه است. بعضی کس فلان کی خوره که بفهمی این کس روزه نمیخوره، اولا علیخ او مینو شفا نان بخور، من مستی الله است، هیچ مشکل نه. اما که بفهمی این کس شکمن است، فهمیدی؟ کسا بعضی شکمن است، باید صدا کنی که برادر روزه است. خطاً سهواً هر چیز که خوردی، تا علما که جماع کردی فهمیدی، سهواً نفهمیدی، مشکل نیست. خو آیا بعد از او بخوریم؟ نه، بعد هم خوردن جایز نیست. همچنان استفراغ کردن، در استفراغ روزه میده میشه؟ نه، کم. اما از استفراغ آب رفته داخل پس میره کنه، یک پر که استفراغ دیگه پر که دیل باشه که مبالغه پس میره، از دان آمد پس رفته، روزه میده میشه، خوردن جایز نیست. بعضی کسان گفت روزه میده شروع پیدا میدی، نه، روزه ختم شد، خب مگر خوردن جایز بگیری، قضا لازم است، کفاره نیست. قضا لازم بگیری. نوع برادرای گرام قدر مسائل زیاد است. یک میم در باره قاری سیبا که گردن خود خلاص کنی، فهمیدی؟ آیا کدام قاری نماز جایز است، با کدام جایز نیست؟ اما خواندن تیز و غاستا فهمیدی؟ وگو سعی کنی. خب آن قاری که ریش میزند، آن قاری که ریش را کم میکنه،
از یک قبضه پشت او نماز حرام است، مکروه تحریمی است. اولا که کتاب را فتاوی محمودیه، فتاوی در علوم حقانیه، فتاوی فریدیه، فتاوی در علوم فتاوی در چی است؟ امداد الفتاوی، امداد الفتاوی، فتاوی عثمانیه، 4 فتاوی و همچنان فتاوی جدید الفقه فی المسائل. او نوشته کرده هر قاری که ریش را کم میکنه از قبضه یا میزنه پشت او نماز مکروه تحریمی است، اعاده دوباره به کس بکند. کوسه، یک کوسه است، یک قاری امرق است گفته می شود. قاری ریش ندارد، با مسلمیم کسی که بالغ است اما ریش ندارد پشت او نماز چطور است؟ جایز است. خب بهتر از او که پشت او نماز نخوانه. چرا؟ به این خاطر که انسان دلها تشویش پیدا میشه. فهمیدی؟ مسئله در بالغ و نابالغ است. او قاری ما کل تحقیق نمیکنیم. فهمی؟ فقط مختصر الحمدلله قاری صاحبای ما شما جور است. فهمیدی؟ در اینه که با هم مسئله به این که رمضان است، بعض جماعت امور هم پیش میکنه در رمضان که شو ریشت میمان دیگه کش کش میکنه. فهمیدی؟ امو نه هر قاری که ریش میزنه یا کم میکنه فهمیدی پشت او نماز مکروه تحریمی است، پشت او نماز نمیشه. فتاوی عثمانیه، فتاوی محمودیه، فتاوی در علوم حقانیه، فتاوی در علوم دیوبند، فتاوی فریدیه که خاطر ما سعی کنیم دیگه فتاوا هم شما سعی کنیم. و همچنان بحر الرایق شرح و دقایق. یک دویم آیا بالغ او نابالغ پشت او ختم چطور است؟ امو فتاوا را پس سعی کنی. گفت کسی که نابالغ باشد نماز فرض، نماز سنت، نماز نوافل پشت او صحیح نیست، پشت او نماز صحیح نیست. با که بلوغ علام چند ساله علما که نوشته کرده 15 سال. از 15 سال او کس که ریش نمه به مشکل ندارد. از 15 که پایین است او قاری گرفتن پشت او ختم کردن، پشت نماز فرض خواندن یا نوافل پشت او خوب نیست، جای صحیح نیست که پشت او نماز بخوانه. امروز ما شما میبینید قاری صاحبا که والا امسال که پارس رو کوشتک والا کچی اوی ختم است. نه وی ختم است. نماز که تو نید بسک الله اکبر فرض و سنت واجب فرق داره؟ شما بگو فرض داره فرق؟ نید که بسته کرده فرق داره به؟ نه. امور رکات که ما شما فرض میخوانیم کدام که فرض واجبات مستحبات است همچنان در نوافل همچنان است. در نوافل همون نماز است کنه قاعده همچنان واجب یا واجب فرض باشد، هم قرائت همچنان که یا واجب یا فرض باشد، تسبیحات همچنان هیچ فرق ندارد. ایره یاد کنی خوب که کسی که نابالغ باشد امو اشتکاد نماز پیش نکنی، در ختم پیش نکنی. فهمیدی؟ سیب آن قاری که قرآن غلط را میخواند همو فتاوا رسی کنی، همو فتاوا همو قاری هم پیش کردن جایز نیست، همو هم جایز نیست. یک حدیث فتاوای در علوم حقانی را نقدر شما گوییم و صلوا خلف کل بر و فاجر. نبی علیہ السلام می فرمایه که پشت هر فاسق و فاجر نماز بخوانه. او وقت یک وقت جایز است، امام کردن جور کردن جایز نیست. یک وقت نماز فاسق هم جایز است. فاسق که گفته می شود امو فتاوا رسی کنه. کسی که ریش میزنه، ریش که میزنه فاسق است. وقتی که فاسق گناه کبیره است. در گناه کبیره که کس اخته است پشت او نماز نمیشه. او که مولا باشد که ریش میزنه، او که مولا باشد که شیطان و چغلخور و منافق باشد، قوم پرست و نجات پرست پشت او مولا نماز هم نمیشه. یاد داشته باشه برادر، بفهمی که این مولا منافق است، این مولا قوم ها را به جنگ میفرسته، این مولا قوم پرستی و نجات پرستی میکنه، این مولا ریش را میزنه، این مولا گناه کبیره دیگه داره. پشت از مولا نماز خواندن حرام است، باید نخوانه. همچنان قاری است تنها به این نیست، نو گناه کبیره اینطور چیز است او را فاسق ثابت میشه. در فاسق شاهدی هم قبول نیست که تو در محکمه بری شاهدی بگفته که تو فاسق هستی، در تو شاهد قبول نیست. اما یک وقت گناه به مو کسی که فاسق باشه ریش کل میکنه پشت نماز شو، یک وقت نماز جایز است. با ولد زنا که هست که پدرش معلوم نیست اما پشت یک وقت نماز جایز است. همچنان عرب باندچی،
از کو پایش چیزه پشت یک وقت نماز با امو حدیث امو مطلب است تو نو که تو امام امور هر وقت فاسقه پیش کنه و دیگره جائز نیست. اما وقت تیر شده با اونجا اکتفا میکنیم تا دیگه جمعه که زنده بودیم با مسلمین. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث نسألك الموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الله کریم زمونږ د روجه په خپل دربار علیه قبول او منظور کړي. الله د صحیح اعمالو توفیق مونږ ته راکړي. د زړه کینه بوز خساوت عداوت قوم پرستی نجات پرستی ختم کړي. په دین اسلام باندې ټول ورونه وګرځي. رمضان د الله د رحمتونو د برکتونو میاشته ټول مقاصد زمونږ په پوره کړي او شمال حال الله مونږ په دې کې وګرځي په ټول کې هم په دې رحمت کې هم په مغفرت کې او اخر الله کریم په اخر لسره کې الله مونږ ته جهنم د اور نجات را نصیب کړي او چې کله د دنیا نه زدا کلمه په جبه چې لا اله الا الله محمد رسول